خب سلام دوستانی که قصد مهاجرت دارین و میگید آقا ما با مثلا پاس شباهتی میخوایم اقدام کنیم. دوست عزیز ببین شما وقتی میای پای کانتر، وقتی میای دم کانتر اینجا پاسپورت شما رو خب سیستم وقتی میزنه عکس شما میاد بالا. دقت کردین؟ عکستون وقتی میاد بالا یه اسکنر هم اینجا داره. خب عکس شما رو دوباره اسکن میکنه. وقتی عکستون اسکن کرد سیستم خود به خود کنترل میکنه. وقتی تفاوت میبینه بعد شروع میکنه از شما سوال کردن. خب اولا که تفاوت عکس شما رو میبینه متوجه میشه که این پاسپورت مال شما نیست. حالا شما اصرار میکنید که پاسپورت مال منه، بعد میگه خب امضای پاستو بزن. وقتی امضای پاس نمیتونی بزنی خب تو گیر میکنی. باز اگر که امضای پاسم فرض کنیم امضای پاسم نخواد بپرسه، همون لحظه شما رو تحویل پلیس میده. پلیس شما میبره توی دفتر، اونجا زنگ میزنه به کنسولگری همون کشوری که پاسپورت دستش میاد، باهاش صحبت کن. وقتی نمیتونی باهاش صحبت کنی، وقتی که چند تا سوال از شما بپرسه و متوجه که شما مال اون کشور نیستی، خب پس اون پاسپورت میسوزه. الان دیگه شما نمیتونید به این راحتی با پاس شباهتی یا پاس چینج این داستانا گیم بزنید. پس پولتون رو بیخود ندید بدید به این قاچاقبرا و این داستانا. که خودت اطلاعاتی کسب کنید.